فرق مؤمن و مسلم از دیدگاه یک آخوند. مؤمن محب اهل بیته، مسلم اعمه، بله، شامل کسی که شهادتین میگه. مؤمن اونی که شهادت ثالثه را هم میگوید. بینندگان گرامی، همان گونه که مشاهده فرمودید، این حجت الاسلام به سادگی و با گفتن شهادت ثالثه، یعنی اشهد ان علی امیر المؤمنین ولی الله، یک مسلمان را به مؤمن ارتقا داده، حال این که ایمان به اعمال باطنی اطلاق می شود و صرف با شهادت ثالثه مسلمان مؤمن نمی شود، بلکه ارکان و اصولی دارد که آن را باید قبول داشت و به آن عمل کرد. ثانیاً این آقا با این تعریفش صفت ایمان را از همه مسلمانان دنیا سلب می کند، چون غیر از شیعیان هیچ مسلمان و مؤمنی بر شهادتین شهادت سوم را اضافه نمی کند. و شگفت این که برخی از روحانیون شیعه مانند این آقا برای توجیه عقایدشان هر پدیده در مذهب خیش را خواه صحیح باشد و یا هم اشتباه به اهل بیت نسبت می دهند، مانند این شخص که در شهادتین شهادت ثالثه را اضافه می کند و می گوید مؤمن کسی است که شهادت ثالثه را بگوید. عجیبتر از این بسیاری از شیعیان 12 امامی همین شهادت ثالثه را به اذان و اقامه نیز اضافه می کنند، در حالی که هیچ دلیل و مدرکی صحیح بر این ادعاها ندارند و میان علمای شیعه اختلاف بزرگی در این زمینه وجود دارد. اضافه بر این برخی از شیعیان بر این باورند که با صیغه کردن هم به ایمان کامل میرسند، همانطور که در کتاب من لا یحضره الفقیه نقل شده است. ابو جعفر قمی معروف به صدوق روایت می کند المؤمن لا یکمل حتی یتمتع، مؤمن کامل نمی شود مگر اینکه صیغه کند، یعنی ایمانش کامل نمی گردد مگر اینکه صیغه کند. در اینجا طبعاً به شهادت ثالثه هیچ ضرورتی نیست.